السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گمانت را به الله سبحانه و تعالی نیک بدار، تمام مصیبت ها برایت آسان میگردد ان شاء الله. چرا ایوب علیه السلام صبر نمود؟ چرا مریم علیه السلام با طفلک خود به سوی مردم خارج شد؟ چرا ابراهیم علیه السلام از آتش یعنی از گلخن نترسید؟ چرا پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در غار حرا ناامید نبود؟ زیرا اینها گمانشان به الله سبحانه و تعالی گمان نیک بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید.